ختلان روز هفتم مای سال 2021 کاپیتان شودیف جمعبوی سردار دیدبانگاه سرحدی سیب ایواج را با جرم سوء استفاده از منصب و قاچاق 7500 قوطی تماکو به 5 سال زندان نظامش حضور محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان گفت دادگاه به شریکان کاپیتان شودیف، سیفالدین سولیف و شیرعلی میرزایف که راه قاچاق از افغانستان را خوب میدانست و به قاچاق تماکو کمک کرده است نیز به 5 سال زندان محکوم کرده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان، کاپیتان شودیف جمعبوی متولیویچ موقتا اجرا کننده وظیفه سردار دیدبانگاه سرحدی سیوم ایواج خدمت نموده ماه ینور سال 2021 با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان با نام صحیح و شهروند جمهوری تاجیکستان سولیف سیفالدین درباره از افغانستان به تاجیکستان غیر قانونی طریق قاچاق گذرانیدن سیگار مصلحت پیشکی نموده شب 4 و 5 مارس سال 2021 صحیح امروی هممسلکانش سرحد تاجیکستان را توسط دریای اومو گذشته با خود 15 عدد قوطی‌های تماکو را به منطقه سرحدی انتقال داده در این باره طریق تلفن به شهروند سولیف خبر می‌دهد. سود 5 مارس سال 2021 تخمینا ساعت‌های 8 به 9 کاپیتان شودیف شهروندان سولیف و میرزایف را به افت-ماشین تنگه اوپل استرا به حدود منطقه سرحدی دیدبانگاه سرحدی رقم 3 ایواج داخل نموده همراه نامبردگان از نزد ساحل دریای اومو 15 قوطی در داخلش 7500 قوطی های میده تماکو را گرفته به ماشین برگ میکند و برای از منطقه سرحدی برآوردن سولیف و میرزایف راه بلدی نموده است. خود همان روز تقریبا ساعت 9:40 در نتیجه گذرانیدن چهاربینی‌های فوری تفتیشاتی از داخل ماشین ذکر شده 15 عدد قوطی در داخلشان 7500 قوطی های میده تماکو دریافت گردید. همچنین ضمن از نظرگذرانی حجره کاری کاپیتان شودیف از کیسه راست لباس نظامی نامبرده $400 ایالات متحده آمریکا و 570 سومونی همچون دلیل شیعی یافته گرفته شده است.